شب ناله دارم. نه پای رفتن نه جای ماندن. شاهدما احمدова 8 ماه باز مثل مرغ آزاد است ولی امکان پرواز ندارد. وی زاده ناحیه تاجیک نشین بوکای ولایت تاشکند ازبکستان است و سال 2009 با سلطانبک حکیموف در ناحیه مصرع تاجیکستان عائله برپا کرد. خود همان سال با کمک خویش تبارش از مقامات منطقه صاحب شناسنامه تاجیکی میگردد، ولی 2 سال پیش یکی از نزدیکانش به عائله آنها ناگپی میشوند و ناظر منطقوی را آگاه میکنند که حجت‌هایش قلبکی است. این ادعا باعث میشود که شناسنامه‌اش را از دستش بگیرند. مادر کسل شد. رفتم مادرم کسله گفتم هیچ حاجتم تید که روم پیشش عقل دست قپم تا جونش پروندنن هیچ که قپم گوش نکرد. مادرم وفات کرد. رفتم نتونستم. با طلب کردم که من پاسپورتم که حق ده سری قبرش روم که دلم خنک شد. شب ناله دارم. هیچ که گالش گوش نکرد. شاهدما 14 سال باز در تاجیکستان زندگی میکند و صاحب عائله و 3 فرزند است. با تقاضای قانون و سن سال 3 مراتب شناسنامه تاجیکش را عوض کرده و در اساس شناسنامه تاجیکی شناسنامه خارجی هم گرفته است. توسط همین شناسنامه به حیث کتابدار در مکتب به کار ایستاده و صاحب زمین کشاورزی گردیده است. به 3 فرزندش هم در اساس همین شناسنامه شهادتنامه تولد دادند. هیچ حجت هم خونم موندشتیم. هیچ جای ندارم. میگم جای جان خستن نمیتونم. زمینم گرفتیم. از جای کارم مکتب پیشم کردیم. 3 کودکم وقتی موندیم هیچ جا رفتن نمیتونم. مجبور هم پیش ما موندیم. دیگه علاج نیافتم. هیچ جای دیگه. این زن را ماه فوریه امسال دادرس ناحیه مصرع با گناه ساختکاری 23360 سامانه جریمه بست و حجت‌هایش را مصادره نمود. شاهدما از آن در حیرت است که چرا در کرسی عیبداری تنها خودش نشسته است و مسئولان شناسنامه‌دهی به جوابگری کشیده نشدند. وی میگوید تنها حجت‌های درخواستی را آورد و از غیر قانونی بودن آن بیخبر بود. من گفتم اخی همون کدوم سال من داده همون پاسپورت شما باید یا بدیش که سودیت کو همون سال کی کار کرده همون سودی مچای کنه امضای همه در پاسپورت ها های کو میفهمیدش که همه مایل بیزار ما چیزش با همه خیلی آدم بیسواد یافته با میکرد همه کاره این نه عیبدار خود است وای چی وای فریب نیرم شده دوتا دیگه وای حکم سود ما راضی نیستیم برای اینکه سود پیش از همه باید تفتیش میکردن که آیا مفتش ملیسا دیل را اول تا آخر سنجیده برامدیان یا نه دیلی همسر ما اول تا آخر روی یکی سنجیده شده است. حالا این عائله حیران ماندند که چی کار کنند. 8 ماه باز نمیتوانند مبلغ جریمه را سپارند، زیرا تقریبا 2 هکتار زمین کشاورزی که داشتند و شاهدما احمدова در آن سهمدار بود مقامات به صاحب پیشینش برگردانیدند و از راه درآمدیابیشان هم محروم شدند. عائله ما ویران میشد اگر همسر ما جدا شود. ما 3 کودک داریم. کودکای ما رو حاضر همسر من به طرف ازبکستان رود به ازبکستان شات ازبکستان موندن گرجدن اوج کردن نمیشه باش که باشد عائله ما هم خیلی برباد شده میرود اگر که پاسپورت ما رو حاضر برقرار نکنه نتیم. در تاجیکستان صاحب شناسنامه غیر قانونی گردیدن شهروندان دیگر کشور مسئله نو نیست. اساساً مقامات چندین زاده افغانستان را با این جرم بازداشت و مجازات کردند. در همین حال حقوقدانها میگویند باید لجام مسئولان مقامات شناسنامه‌دهی را هم کشند، زیرا در بیشترین حالت آنها در عوض مبلغ کار افتادگان را به گمراهی میبرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.